با سلام، به قسمت سوم آموزش ادوبه بریج CS6 خوش اومدید. در این قسمت ما میخوایم به شما منوها رو یاد بدیم. البته منوها چیزای خاصی ندارن ولی باز یاد گرفتنشون خوبه، چند تا نکات خاص هم دارن. خب شروع میکنیم. یک عکس رو انتخاب کنین مثل این عکس. منوی فایل رو نگاه کنین. معمولا منوی فایل بعضیتون آشنا هستین، اما بعضی از گزینه ها فرق داره. گزینه دیلیت که از بین میبره. اوپنینگ کامرا را در جلسه قبل گفتیم که با کامرا را چطوری میشه کار کرد و چگونه فعالسازی کامرا را بهتون گفتیم. اوپن ریکنت آخرین فایل های باز شده توی فتوشاپ مون هستن. اوپن ویچ یعنی باز کردن با، حالا اگر برنامه ادوبه دیگه ای داشته باشیم مثل ادوبه دیگه ای که مربوط به گرافیک باشه مثل ادوبه ایلاستریتور یا بقیه ادوبه ها، شما میتونید از این قسمت عکس رو در اون ادوبه باز کرده و روی اونها تغییر اعمال کنید. نیو فولدر هم که یه فولدر جدید توی این فوشه که هستیم باز میکنه. نیو ویندو یک پنجره جدید. و حالا میرسیم به این بخش. موو تو یعنی عکسی که انتخاب کردیم و انتقال بده به آخرین فولدر ها رو نشونمون میده و در آخر چوز فولدر هم داره که شما میتونید یک فولدر انتخاب کنید و این عکس رو به اون فولدر انتقال بدیم. کپی تو یعنی این عکس رو از اینجا و دیلیت نمیکنه، یعنی کپی میکنه، یعنی عین همین یه جای دیگه هم میسازه، حالا هر جایی که میخواین بذاریم. اکسپورت تو هارد درایو توی هارد کامپیوترتون یه دونه از این عکس ایجاد میکنه و وقتی که هاردتون رو با یه کامپیوتر دیگه وصل کنین و با اون هارد کامپیوترتون کار کنین میتونین این عکس رو توی هاردتون مشاهده کنین. Place in Photoshop, in Dreamweaver, in Flash and in Flash Library هم هستن که باز با ادوبه های دیگر، این سه تا آخری ها ادوبه های دیگری هستن که ما داریم، اما فتوشاپ همیشه هستش. اگه ما Place in Photoshop رو کلیک کنیم این عکسمون توی فتوشاپ میاد و اگه دریم ویور و فلش رو انتخاب کنیم هم توی اون برنامه ها باز میشن و ما بتونید ببینیم. Add to favorites یعنی اضافه کردن این عکس تو علاقه‌مندی ها. فایل اینفو هم یعنی مشخصات فایلمون. خب فایل، از منوی فایل میریم به منوی ادیت. منوی ادیت با آندو، کپی، کات، پیست و دیپابلیکیت آشنا شدیم، اما ما دیپابلیکیت رو یه بار دیگه میگیم که یعنی تکثیر از این عکس، که این عکس رو خودش با نام دیگه در همینجا کپی و پیست انجام میده. سلکت آل یعنی انتخاب همه. دی سلکت آل از حالت انتخاب در آوردن همه و اینورت سلکشن برعکس کردن انتخاب، یعنی الان من این عکس رو انتخاب کردم، اگر اینورت سلکشن رو بزنم بقیه عکس ها به جز این عکسی که انتخاب کرده بودم انتخاب میشن. گزینه فایند یعنی پیدا کردن که وقتی اون رو کلیک میکنیم میتونید بر اساس نام در این قسمت اون عکستون رو پیدا کنید. مثلا ما می‌نویسیم کار 022 بعد فایند رو میزنیم و همون عکسی که ما میخواستیم برامون آورد. برای اینکه از قسمت سرچ کردن بریم بیرون این ضبطه رو زده و دوباره به پوشتون برگرد. خب دیولپ ستینگ هم برای کامرا و ستینگ یعنی همون تنظیماتشه که بهش کافیه بعد نباید بهش دست بزنین، چون طور دیفالتش بهتر بوده و راحت‌تر میشه با اون استفاده کرد. روتیت 180 درجه یعنی عکس رو 180 درجه بچرخونه. روتیت 90 درجه یعنی 90 درجه، این اولیه که نمیشه کلاک ویز یعنی
90 درجه عکس رو به سمت عقرب‌های ساعت میچرخونه. روتیت 90 درجه کانتر کلاکویز یعنی 90 درجه عکس رو به جهت مخالف عقرب‌های ساعت میچرخونه. Create suite color setting و camera raw preferences و preferences خود ادوبه بریج هم برای تنظیماتشه که به طور دیفالت بهتره مورد استفاده قرار بگیره. فول اسکرین در قسمت ویو فول اسکرین پریویو رو کلیک کنین و میبینین عکستون رو میتونین به همین راحتی نگاه کنین. برای در آمدن از حالت فول اسکرین دکمه ESC رو بزنین و بیاین بیرون. اسلاید شو و اسلاید شو آپشن هم مربوط به اسلاید شو یعنی عکس ها ورقه از جلوی مانیتور رد میشن و شما میتونید اونا رو ببینید. پریویو مود رو هم میتونین بزنین و همه عکساتون رو به صورت بزرگ مشاهده کنین. وقتی عکس ها رو به سمت پایین بکشین در اصل اونها رو دیسلکت کردین، دیلیتشون نکردین، دیسلکتشون کردین. نکنین من حتی میتونم یک عکس از آخریا هم بیارم مثل عکس پلیس و غیره. عکس آخر رو نمیتونیم دیسلکت کنیم چون دیگه از این محیط نمیتونه بیاد بیرون، چون ما خودمون بهش گفتیم توی محیط باشه و دیگه نمیتونه بیاد. پس روی این ضبط کلیک کنیم و نگاه کنین فقط 2 تا ماشین سلکت شدن. پس دوباره به منوی ویو میریم و کامپکت مود رو کلیک میکنیم. کامپکت مود بریج رو کوچیک کرده و میتونین از آن توی فتوشاپ استفاده کنین. اما فتوشاپ قابلیت دیگه داره که توی خود فتوشاپ یک پالت یا پنل به نام مینی بریج رو فراهم کرده و شما میتونین از مینی بریج به عنوان بریج در فتوشاپ استفاده کنین. از تامنیل، از دیتیل و از لیست مرتب سازیشونه که از دیتیل بزنیم به صورت عمودی چیز میشن، مرتب میشن و حتی مشخصات آنها هم در کنار آنها نوشته شده. اما ما پیشنهاد میکنیم از تامنیل رو بزنین چون تامنیل بهتره و استفاده بیشتری داره. بقیه گزینه‌های ویو هم مربوط به صفحه نمایشتونه که خودتون میتونید انتخاب کنید. در قسمت استک هیچ چیزی خاصی نداره و فقط گروه کردنشونه که میتونید چند تا عکس رو با نگهداشتن دکمه کنترل انتخاب کرده و استک رو زده و گروپ از استک رو کلیک کنین و آنها به یک گروه تبدیل میشوند و برای آن گروه کردن و برای از حالت انتخاب در آوردنشون و یعنی برای اینکه از گروه درشون بیارین آن گروپ فرام استک رو کلیک کنین. در قسمت لیبل هم بهتون در جلسه اول نشون دادیم چند تا عکس مثل این عکس دارای 5 ستاره هستن. نگاه کنیم 5 ستاره در این قسمت و اگر ما در این قسمت هم میتوانیم ستاره های آنها را کم کنیم. به قسمت لیبل رفته و 1 ستاره رو انتخاب کنیم. نگاه کنیم 1 ستاره جلوی این ماشین میاد. دوباره لیبل رفته 2 ستاره و در نهایت 5 ستاره رو انتخاب کنیم. دوباره به قسمت لیبل رفته و نو ریتینگ رو انتخاب کنیم. در قسمت لیبل فقط ستاره گذاشتن مهمه که پس از اون قسمت میریم کنار و بقیه قسمت ها رو به شما میگیم. همونطور که قبلا گفتیم بچ رینیم با شما ابزار بچ رینیم میتونین چند تا تصویر رو انتخاب کرده و
اول چند تا تصویر رو انتخاب کرده و بعد گزینه بچ رینیم رو از قسمت تولز انتخاب کرده و اسم آنها را به ترتیب می توانید عوض کنید که تعویض اسم آنها بسیار ساده است. شما فقط کافیه در قسمت preset default modified رو انتخاب کنید، new file name text یه دونه تکست داشته باشید و سکانس نامبر رو همیشه 1 قرار بدین و تکستتون رو هرچی خواستین 1 دش هم بذارین خوبه ولی مهم نیست گذاشتنش و بعد رینیم رو بزنین. اما چون ما قبلا این کار رو برای همه ماشین ها کردیم و اسمشون شده کار دش 201 و در نهایت کار دش 2055. خب به قسمت تولز رفته و فتوشاپ و لود فایلز اینتو فتوشاپ layers رو میتونین انتخاب کنین. اما چند عکس رو انتخاب کرده و بعد این گزینه رو انتخاب کنین، مثل این 3 عکس. بعد از منوی تولز فتوشاپ لود فایلز اینتو فتوشاپ layers رو انتخاب کنین. کمی صبر کنین تا عکس ها لود شن. این گزینه 3 عکس شما رو در 3 لایه مختلف در یک تب ایجاد میکنه و دیگر شما لازم نیستش که از تب دیگر آن را بکشید و به این تب بیارید. خب بعد به ویندو رفته و گزینه‌های آنها را مشاهده میکنید. گزینه هایی که تیک خورده هستن رو نگاه کنین و میتونین همه اینا رو ببینید. اما تیک های اینا رو ندارین چون در محیط های مختلف مثل فیلم استریپ، متادیتا و آوتپوت و غیره شما اینا خود به خود تغییر میکنن و شما لازم نیست به اینا دست بزنید. پس به قسمت هلپ میریم. هلپ هم که به درد چی نمیخوره چون هیچ کس برنامه رو که باز میکنه اصلا به هلپش نگاه نمیکنه، ولی حالا میتونید توی قسمت هلپش با ادوبه بریج هلپ رو ببینین که در مورد در پنل ها و چیزای ادوبه بریج به شما کمک میکنه. ادوبه بریج ساپورت سنتر ساپورت ادوبه بریج رو به شما معرفی میکنه. منیج اکستنشن رو نمیدونم چیکار میکنه. در از آپدیت هم که آپدیت های ادوبه بریجه که CS6 آخرین آپدیتشه و آپدیتی نداره. ادوبه پروداکت ایمپروومنت پروگرام نمیدونم چیه تا نزنمش. about بریج هم درباره بریجه که شما میتونین به راحتی از اینا استفاده کنین. خب در جلسه بعد به شما آموزش فتوشاپ رو یاد خواهیم داد که و شما رو با ابزارهای فتوشاپ آشنا خواهیم کرد. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.